جا یکی از منطقه های بسیار نزدیک به کابل است به نام شکردره. و این خانه یکی از خانه های است که افغان ها برای خود در افغانستان ساخته اند. یک معلومات درباره این باغ براتان بدم. این تقریبا 30 جریب است. اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما چینل ما را سابسکرایب کنید و این ویدیو را لایک کنید. خدا نگهدار.